سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به ویدیوی امروز. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوش و خوب و صحت و سلامت باشین. ویدیوی امروز در مورد ازی است که ما چطور میتونیم ریتم یک آهنگ پیدا کنیم. پس بیاین یک جایی شروع کنیم. خب دوستای عزیز، من به خودم البته چطور ریتم یک آهنگ پیدا میکنم. من 5 تا مرحله را طی میکنم. اولی که آهنگ پلی میکنم، گوش میکنم. اگر تمپوش تیز بود برم کمش میکنم تا که بتونم آلای موسیقی که در مو آهنگ استفاده شده واره بشنوم. کوشش میکنم که یک آله موسیقی را که همیشه یک رقم ساوند از خود جور میکنه و گوش ما میرسانه، اونمو آله موسیقی را ما پیدا میکنم. یعنی در یک آهنگ چندین آله موسیقی استفاده میشه، ولی یک آله موسیقیش است که یک رقم ملودی تشکیل میده که او همونطور تکرارن عین چیز در گوش ما میآید. یعنی دیگه آلای موسیقی که هستن اونا ملودی‌های مختلف از خود تولید میکنن، اما یک آله موسیقی است که او همیشه یک رقم ملودی را و به یک شکل تکرار کرده میره. در بعضی آهنگ‌ها است که اونمو آله موسیقی طبل است، در بعضی است که دولک است، در بعضی است که درامپ است که اونمو ریتم آهنگ بر ما نشان میده. و تمام آلای موسیقی دیگه که در آهنگ نواخته شده اونمو رو تعقیب میکنه. همچنان کسی که میخوانه کلگی تعقیب میکنه اونمو ریتمه. پس من در اولین قدم خود چی میکنم؟ آهنگ پلی میکنم و گوش میکنم، امو آله موسیقی را پیدا میکنم که چی است. مثلا من اینجا یک آهنگی از شادروان ظاهر هویدا بر شما پلی میکنم و ما یک جای میبینیم ریتم زیر پیدا میکنیم، گوش میکنیم. اول گوش میکنیم. خب دوستای عزیز، من یا آهنگ وقتی که گوش کردم در بین از او دیگه آلای موسیقی هم شنیدم، مثلا پیانو هم شنیدم و من بسیار دایرکت همونطور راستن فهمیدم که طبله در اون وقتا شده منعیس ریتم. یعنی ریتم توسط طبله نواخته شده و یگانه آله موسیقی که دیدم که تکرار شده میره و عین چیز تکرار میکنه امی طبله بود. پس پیش من معلوم شد که اوکی، ریتم آهنگ توسط طبله گرفته شده. پس قدم دوم اینا چی است؟ قدم دوم من آهنگ پس شروع میکنم، پلی میکنم، گوش میکنم و دو سمش پیدا میکنم. یعنی اولین ماتره ضرب پیدا میکنم. اولین ماتره را من گفتم که برام سم یاد میشه و او چطور شناخته میشه. قسمی است که اکسنت بالای از او زیادتر از نظر به دیگه ماترای ریتم، یا امو ماتره یک استرس بالای خود داره، یک صدای طبله به شدت نواخته شده که اونمو خودش سم است یا ماتره اول است. خب حالا ما دوباره آهنگ پلی میکنیم، گوش میکنیم و سم یا ماتره اول ریتم پیدا میکنیم.
خب دوستای عزیز، سم از این پیدا کردیم که به گوش ما بسیار واضح آمد که اول سم می آمد و بعد از او 2 تک تک دیگه می شد، باز پس دوباره امو ضربه که با توسط اکسنت بود یا توسط یک فشار یا استرس بود پس دوباره نواخته می شد. یعنی ما همینجا فهمیدیم که این ریتم 3 ماتره داره. یعنی یک دفعه برای ماتره اولش که سم است نواخته میشه، بعد از او 2 دانه تک تک میکنه، بعد از او پس دوباره سم نواخته میشه. یعنی ما از روی ازی میفهمیم که این ریتم 3 ماتره داره. یعنی فاصله بین یک سم تا دیگه سم اینمی از زیرمی ما میفهمیم که چند تا ماتره است. یعنی که وقتی که یک سم نواخته میشه باز از خوب گوش ما رو میگیریم که تنها صدای تک تک طبله رو میخوایم بشنویم و میبینیم که باز سم یک تک میشه، دیگه تک میشه، باز دوباره تکرار میشه سم، باز یک تک میشه، 2 تک میشه، باز دوباره سم نواخته میشه. یعنی ریتم این همونطور صدای دورانی، صدای تکرار است، صدای دورانی است، یک نوع دوران است که عین صدا تکرار شده میره و از ما ریتم ما دینمی آهنگ 3 ماتره داره که ما بسیار با واضح ایره شنیدیم و شما حتما در خانه ایره تمرین کنین و چندین بار بشنوین تا که حتما ایره به خوبی متوجه شوین. و حالا ما در قدم 3 چی میکنیم؟ در قدم 3 آهنگ دوباره پلی میکنم و میبینیم که هنرمند چی رقم نوت‌ها را تچ کرده با می ماتره ها، با ماتره های طبله. یعنی میخوایم که بفهمیم که از کدام ماتره شروع کرده. هنرمند وقتی آهسته شروع میکنه یا قسمت اولی آهنگ شروع میکنه از کجا شروع میکنه، از کدام ماتره شروع میکنه، اول، دوم یا 3. ما ایره باز دوباره آهنگ پلی میکنیم. خب دوستای عزیز، اینجا معلوم میشه که آهنگ از ماتره 3 شروع شده و میگه قسم میگه که شنیدم از ماتره 3 شروع میشه و سم در ماتره اول است. یعنی آهنگا همیشه قسمی نیستن که از سم شروع شون، میتونن که از هر ماتره دیگه شروع شون. امی آهنگ از ماتره 3 شروع شده. خب البته آستایی و انتری از این آهنگ عین چیز است، از او خاطر ما ایره فقط همی آستاییش کار میکنیم، بخاطر از این همچنان که ویدیو ما بسیار طولانی نشه و دیگه ای که عین چیز است. البته باید بگویم دوستای عزیز که انتره و آستایی هر آهنگ اطور نیست که از عین ماترای ریتم شروع شود. میتونه که امرقم باشه، میتونه که متفاوت باشه. یعنی میتونه آستایی مثلا از ماتره 3 شروع شود ولی انتره از ماتره اول شروع شود. از اون خاطر در این قسمت هم شما بسیار یعنی به فکر از این نباشین که اگر یک آهنگ بشنوین که این چیز نیست، ماتره و آستایی شما کانفیوز شوی و فکر کنید که البته غلط کردین. خب حالا میاییم در قسمت 4 میرسیم. به قسمت 4 چی میکنم که ما ایره امرای کلک خود میخوانم. یعنی امی چیزی که ما تا حالا پیدا کردیم ایره امرای کلک خود تمرین میکنم. خب من گفتم که 3 ماتره داره، پیدا کردم، گوشم البته شنید 3 ماتره شنید و حالا ما میخوانم امرای از که آیا درست میه یا نمیه. خب من پیدا کردم که یک قسم از ریتم
که هنرمند از این قسمت میخوانه، یعنی 1 2 3 ریتم ما قسم است 1 2 3 1 2 3 1 2 3 از 3 شروع کرده. خب باشین که من از سا بخونم. شنیدم از اینجا سفر میکنی، لا 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 لا، تو آهنگ شهر دیگر میکنی. خیال من از سر بدر میکنی. همان لحظه آشنایی تو گمان برده بودم، جدایی تو همان لحظه آشنایی تو. خب دوستای عزیز، حال ما را با مترونوم پرکتیس میکنیم همراه خود. گوش من تمپوی زیر 10 ماندم و تایم سیگنیچرش همون 3-4 است و میریم تمرین میکنیم و پلیش میکنم. لا 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 la 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 خب دوستای عزیز، این تمرین ما بود برای امروز. امیدوار هستم که یک تمرین به درد بخور بوده باشه. شما اگه سوال داشتین حتما سوالای خود در جریان بگذارین. ما بسیار زیاد کوشش میکنیم که با وقت سوالا را جواب بگویم. کوشش کنید دوستای عزیز که شما مثل ما همونطور تمرین کنیم. همونطور ما هم شاگرد هستم و هر روز تمرین میکنیم، شما هم تمرین کنین. ما میتونیم که غلطی بکنیم، ما میتونیم که 10 بار تکرار کنیم بازم نفهمیم، ولی هیچ مشکلی نیست. ما بالاخره یک وقت میشه که ما بالای ریتم حاکم میشیم. دوستای عزیز، این بود پلان و پروگرام موضوع امروز ما. خدا کنه که وقتی که با ما بودین خوش گذشته باشه و چیز نو یاد گرفته باشین. با امید از اینکه شما همچنان هفته آینده با علاقه‌مندی منتظر ویدیوی بعدی ما باشین. موضوع ویدیوی بعدی همچنان در مورد ریتم است. شما میتونین که سوال کنین، شما میتونین نظر به سوال شما ما ویدیو براتون تهیه میکنیم و ما دوباره هفته آینده در مورد ریتم بازم ویدیو می داشته باشیم، چون که بسیار مسئله مهم است و یک کمی هم مغلق است. و فعلا من شما همه را به خدا میسپارم و تا هفته دیگه همیتونه که دوباره ببینم. خداحافظ، بابا.